تو رو خدا محض رضای خدا به نام نامی این شب‌هایی که متعلق به امیرالمومنین یک بار بیاد با ملت صادق باشید، کار کنید، پروپوزال ندید، شعار ندید، سخنرانی نکنید، منبر ندید، برای مردم و برای ایران کار کنید. قوه مقننه، قوه مجریه، اینقدر پاسکاری کردن، بروکراسی اداری آدم ها رو خسته میکنه. مجریان عزیز گفتن آدم ها خسته میشن. ناترازی انرژی رو حل کنید. میدونید حل میشود. میدونید انرژی های پاک امروز در دنیا جایگزین انرژی های فسیلی شده. میدونید ایران کشور آفتابیه و میشه باش برق تولید کرد. پس باید این مسائل رو برید و رفع و رجوع اینا مسائل تخصصی به مردم منتقل نکنید. نکته سوم، قوه قضاییه باید با مفاسد اقتصادی برخورد بکنید. مماشات، تعارف، رو در وایسی، پارتی بازی، اون باباش اینه، اون آقازاده اونه، ممنوع. کشور در حالت جنگی قرار داره. میفهمید؟ در حالت جنگی یعنی هر نوع مماشات برای فساد خیانت به کشور، خیانت به مردمه، خیانت به 230,000 شهیدیه که خونشون در این مملکت به خاک ریخته شد که یک وجب از خاک این مملکت به دست اجنبی نیفته و شما روی اون صندلی نشستی که حرمت حریم این حرم رو حفظ بکنی. با فساد مبارزه کن. تو قدرتش رو طبق قانون اساسی داری. دادستانا در کل کشور باید با فساد مبارزه بکنن و باید کارآفرین سالم رو حمایت بکنن. این بخشه. من داخل فقط چون بازم صحبت‌های نه برمیگردیم صحبت‌های آقای